دختری عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما بی حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم. سلام علیک، سلام علیک بس. این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است. دستی تو به دست یک دختر نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی او، ذوقی او، دست ملایم او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید.